شرکت صنعت‌سازان دستگاه‌های نسل قبل شرکت سیزان پردازش جدید رو داشتن. از طریق آشنایی با دستگاه‌های نسل نو، امروز ما برای تحویل دستگاه سیزان تو و سیزان تو پلاس به اینجا اومدیم. امیدواریم که آتیه‌ای بهتر با کیفیت مطلوب رو بهشون عرض کنیم. در خدمت مهندس احدی هستیم در شرکت صنعت‌سازان. جناب مهندس، ازتون می‌خواستم که یه معرفی از عقبه شرکت و سمت خودتون معرفی کنید که فرهان ما داشته باشیم. بله، به نام خدا. شرکت صنعت‌سازان تولیدکننده لوازم خونه و آشپزخونه هست که بیشتر تولیدات ما در زمینه پلاستیک و بلوره. شرکت حدوداً 25 سال سابقه کار داره و الان هم در حال حاضر به عنوان تقریباً تو این صنف بزرگترین شرکت تولیدکننده این لوازم در ایران هستش. من به عنوان مدیر فنی تو این شرکت مشغول به کار هستم. شرکت صنعت‌سازان هست که حدود 25 سال سابقه تولید داره، ولی حدود یک سالی هست که ما برند لیمون رو معرفی کردیم و محصولات این شرکت به نام لیمون در بازار عرضه میشه. درخشش تجربه نوین در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه با محصولات لیمون. آیا جایگزین قبلا به جای 3D پرینتر بوده؟ قبلا نمونه‌هایتون رو با چه ابزار و مکانیزم هایی انجام میدادیم؟ بله، ما قبلا نمونه‌هایی که طراحی می‌کردیم رو از شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دادن برای بیرون ما کمک می‌گرفتیم که حالا اونا هر کدوم دستگاه مختلفی داشتن، بعضی با ماشین‌کاری، بعضی با دستگاه لیزری و حالا شکل‌های دیگه که برای پروتotیپینگ وجود داره ما از اون استفاده می‌کنیم. ما اگه قصد داریم که صنعت رو پیشرفت بکنه و به جایی که بهتر از این چیزی که الان هستیم برسیم، باید کپیکاری رو بذاریم کنار و رو بیاریم به طراحی و نوآوری. این دستگاه بزرگترین خدمت رو میتونه به کار طراحی و نوآوری انجام بده، چون شما دیگه چیزی وجود نداره بخوای از روی کپی کنی. شما خود مجبور هستی یه محصول جدید رو طراحی کنی و برای اینکه بتونین عیب و ایرادای این محصول رو رفع بکنی نیاز داری که یه نمونه اولیه ازش داشته باشی و این دستگاه خیلی در این زمینه کمک بکنه و به نظر من توی این مقطع خیلی میتونه به صنعت ما کمک کنه. چرا دستگاه ایرانی رو انتخاب کردین؟ چرا صرفاً به طور خاص سیزان رو انتخاب کردین؟ دلیل انتخابتون چی بود؟ طریق آشناییتون با شرکت سیزان چی بود؟ ما با محصول شرکت سیزان در نمایشگاه آشنا شدیم. حالا با تحقیقاتی که راجع به این دستگاه انجام دادیم و مواردی که قبلا جای دیگه استفاده می‌شده رو در واقع چک کردیم، اینا رو ما رو جلب کرد و متقاعد شدیم که از این دستگاه